ژان کلود وندام ستاره مشهور هالیوود روز 22 اکتبر 4 روز بعد از زادروز 61 خود در صحیفه‌اش در فیسبوک 6 عکس نو را از سلسله دوستان نو از سراسر دنیا نشر کرد. در بین آنهایی که عکسشان با ستاره شورتیار در صحیفه‌اش در فیسبوک نشر شد، اسدالله رحمان یاردمچی پرزیدنت تاجیکستان در مسائل کادرها نیز است که او را به دلیل نفوذ زیادش در سیاست کادری حکومت کنونی کشور حتی وزیر کادرهای تاجیکستان هم نام میبرند. معلوم نیست که این عکس‌ها کی و در کجا و در چه شرایط ثبت شدند. تنها یکی از کاربران نوشته است که اسدالله رحمان با وندام در فرانسه واخورده است. در اول دهه دوم ماه اکتبر هیئت عالی تاجیکستان برابری پرزیدنت امامعلی رحمان با یک سفر 3 روزه از فرانسه بازدید کرده بود. عکس مشترک وندام با اسدالله رحمان بیش از 10,000 لایک جمع آورده، صدها نفر آن را بازنشر کردند و چندین کاربر تاجیک در زیرش نوشتند از دیدن هموطن خود در پهلوی این ستاره هالیوود افتخار میکنند. ژان کلود وندام 18 اکتبر سال 1960 در بلژیک به دنیا آمده. راهش به سوی قله‌های شهرت را در جوانی از ورزش سر کرده است. او در ورزش بدنسازی قهرمان مطلق بلژیک شده، در چمپیونات اروپا جای سوم را به دست آورده بود. وندام همچنین در کیک باکسینگ و کاراته صاحب کمربند سیاه و 3 کرات قهرمان جهان گردیده. از 55 نبردش در میدان 53 نبرد را برده است، از جمله 50 نبرد را با نکاوت. در سالهای 80 وندام به امریکا کوچیده با اجرای نقش‌های اساسی در فیلم‌های پرخریدار هالیوود سر کرد. او در طول سابقه هنریش در بیش از 50 فیلم نقش آفریده است که مشهورترین هایش ورزش خونین، کیک باکسر، فرار از ارتش، ضربه جفت، سرباز اونیورسالی، رزمنده کوچکی و لیگانر می باشد. اسدالله رحمان یک عضو کلیدی و پرنفوذ کمانده کنونی پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان بخصوص در سیاست کادری به شمار می رود. اسدالله رحمان 1 ینور سال 1973 در دهه پوشنگ دنیای دنغره به دنیا آمده. رشته ژورنالیستیک دانشگاه ملی تاجیکستان و اکادمی خدمت دولتی مربوط به پرزیدنت روسیه را ختم کرده است. نامزد علوم سیاست اسدالله رحمان ماه اپریل سال 2005 وقتی همگی 32 سال داشت رئیس کمیته تلویزیون و رادیوی تاجیکستان تعیین شد. او آن وقت جوانترین وزیر در هیئت حکومت تاجیکستان بود. او ماه مارس سال 2015 یاردمچی پرزیدنت در مسئله کادرها تعیین شد. این مقام را به دلیل نفوذ فوق‌العاده‌اش در سیاست کادری حکومت بسیاری‌ها حتی وزیر کادرها هم نام میبرند. اسدالله رحمان صاحب 3 دختر است. با اردن اسماعیل سامانی درجه 2 سرفرازگردانیده شده است.